سلام علیکم نان عزیز، این سلامت خانواده سلام باشه. به شما گفتنی بودم که چیز همین کودک وقتی که در حامله داری مادر وقتی که شروع چی میگم در بطنش به وی میرسونه کو در حامله داریش انا در آینده هم کودکی زور میشه. ایره من از حکایه مادرم به شما گفتنی مادر همه تیم میفتن که من در بطن مادر وقتی که بودم پدر مادرم چقدر من روی کردگیان مهربانی قدیم مرد کردگیان چی میگن این کشوف بیفتگیم با مهربانی پدر مادر حامله‌داری مادرم چقدر آرام گذشته برای همه کودک آرام ما از همه هم کودکای خونگیمون فرق میکردم. ما 6 فرزند در یک عائله. من دیگه خیلی کودک بودم. مرا حتی خشام اکا خواهر اپا خواهر چی میگه که اکوها مرا چی نمیکردن نمیفهمیدم که من چی میگم چیکار میکنم که پدر و مادرم میفهمیدن برای که مرا در حامله داریش مادر و پدرم چقدر با مهر فکر کنید با دنیا که اومدم با مهر با مرا تربیت کردن و در می چی میگن سین به بلوغت میرسه خود خدا در همسین فهم چی میکردن عاشق شدگی بودن شعر مینویسم گفتم شعری عاشقشی باشه تو نمیدونید تو عاشق نشده پرنس اما عاشق نشدگی میسازه که با شعر نویسی چی نیستم چی میگن مشغول نیستم نه که شعرهای شاعر رو دوست می‌داشتم چقدر شعر دوست می‌داشتم میگم تو در چیز تا اونی دوستان را گم نکن دوستانی مهربان را گم نکن دوست آید سخت در آغوش که رسم خوبی تاجیکان را گم نکن با شعر ابوالبدر دکه که بوی جوی میلیون آید همه یادی یاری مهربان همه رگی آمو با درشتی و سری پاید نری پردیهان آید همه ای بخور شاد باش درزی شاه نزد پیش مهمان آید همه من شعرهای شاعرها دوست می‌داشتم و می‌دارم لیکن شعر دخترکا که شعر می‌نویسن خوب شخصی بودن اونا یگان شعر رو نمی‌نویسن لیکن شعر عشقش رو می‌نویسن و یا گفتم خیلی شعر تا خوب تبینیم که شعر چه خیلی باشه چه خیلی شعر می‌نویسی یعنی موچ رنگ روبویی کنم خیلی این شب یادی تو خوبم نمیبرد تو دگوجویی خیلی و گفتم این عشقش همی بوده ها بیام ما گفتم کمپیر مسافید دیگه کار نداره که عشقی میکنه بعد گفتن که دختری هم همسیم چی میگه التیا بار عاشق شه به حال خراب میشه برای گفتم من اصلا عاشق نمیشم ان شاء الله یا عشق گفتم که کاری بگویی بده شعر نویسی درس مکتب تیار نکنی شعر نویس من دخترک میدونی چی خشیدم دخترک که عاشق شده شعر نویس او بچه‌ای را که نظم دید او بچه‌ای را قبول نکرد نه شعرش نه خودشه گفتم کنی شعر نویس اگه دک عاقبتش شد شعر چی شد شعر نویسی عاشق شدی او بچه‌ای را قبول نکرد او بچه یکی شعر نویس عاشق شد کو او بچه خواهری مرا بنیاد کرد خواستگاری کرد که با خواهری ما بچه را قبول نکرد همین هیچ خلا او بچه همسی ما دوست داشت شعر نویس عاشق شد عاشق زار شد که پسر نکرد نخشتن شعرش نرسیدن با هم چی بگم یک چیز بی معنی بی عقلی ده عقلی آدم چیزی که طور نمیخواد میکنه خیلی تو چی نفهمی شون یکی من هم عشق عشقی را کو میگفتم یک چیز کاری بگوریه گفتیم کمپیر مسافیده کاری بی گوری بی معنی من دخترکی نمکتب خونی هم خیلی قبول میکردم با یه خیشوی دیگر بونم من عاشق شده بودم خواندم گیر در کاری گفتم وا وقتی که من شوهر یکم جدا شدم 7 سال گفتم که خونم به شوهر بیام بعد اما خشم یه خونم اومد است این خواهرم گفت که فیروزه دیگه خواهرم گفت که فیروزه کار داره درس میره کار میره در خانه است بگه شب میام خب بگه 20 گپش دور میگه چی گپ داری من خیلی بگم نخش نمیگم با اومدم خمیه که متر در وقتش عاشق شدگی بودم تو مرا پسند نمیکردی یه در کجا گفتم عاشق شدی کاج خیلی خب من پیش گفتی یا ده گام یا دسته کرد همین قوقل گرفتگی هم تا کردگی فقط هم بچه‌ها مشقتی میترسوندی من خیلی میکردم بچه‌ها خیلی میکردم یک بکنم پیش بیای خیلی میکردم میگم مشت دیدم نتونست پیش بیام خیلی وقت من خط نامه ننویسی خیلی میگم نامه رو تا نمیخوندی تو هشت فقط با همون مکتب بود و کارهای فعالیتی مکتب تو حتی سلام مرا علیک نمیگرفتی خطی مرا میخوندی انا که وقتش اومده بیا گپ زنیم خب بیا گپ زنیم بیا که یه جور شویم وای گفتم خب از شرم کردم خش میگرفته من خش همچه برای خش قبول میکنم من خش نمیگیرم خیلی بوی بخیری جان اینه بو
در آیت شعر آیت گفته خودگوره میگه آمدم با من رایدر پیش کسی نه گفته من خش هم سینف و هم سویر خش من به همسری قبول کردن نمیتونم بخشش خمر خدا خفر دیگه چیکار میکنی دیگه هیچ کدام نمیتونی مرا من درونی ما ماینه سری من دیگه فکر میکنم چقدر تو اومده خودگوری پیش من تو نمیگم چی میگوی دیگه خواهرم قطعی بدیم سکسم او خشم خواهرم میگه تیره نمیشناسی میگه ایره میگه من خواهرش میگه نمیفهم این چی میگه تیره فهمیدی چی گفته میگه یک دنیای خش داره میگه این کپیتره دقیقاًش قبول نمیکنه فهمیدی میگه دقیقاًش قبول نمیکنه بخیجه با اون ابروی اومده خبره که یگون گپ گندن نگه من گپ گندن میگم پروسته من باور ندارم دایش خوش چیزی السلام علیکم السلام توجه گفتم بوده جای متوجه بسیاره خب آنم خیلی فهمیدین میگه کسی که عاشق کرد دیگه سیاه تو سرش پرو کرد میگه که توجه کنم با یک شعری زور داره میگه ها زن مرد اگر عاشق شود عالم گلستان میشود زن اگر عاشق شود آخر پشیمان میشود و من میگم گفتم دامو خشمو که تو عاشق شدی عالم گلستان میشه نکیم نه من خش نمیگیرم برای که خش داده من نیسته خش ده چیزی من نیسته چی میگن در خویش من نیسته خش گرفتن طرفش گفتم من خشم چون خش احترام میکنم که برای که من یک نو احترام میکنم نسبت یگان گپ میزنم یگان وقتی بعد میرنجید خیلی خشت مرا خیلی گفتی من نمیخوام انسان هست یک خطا میکنه خطاگی مت دم معقول نمیشه خطاگی تو من معقول نمیشه و خشم خطی واسه دلسوی میشه در کار نیست آدم باید دوراندیش باشه برای این گفتم من خشم بیا خش بمونه تو برای خودم نه خیلی من عشق عشقیره هیچ قبول نمیکنم فقط من امی کودکی فقط میگفتم که خداوند باید ما دوست بداریم کودک نمیخوام فکر میکردم نه که پدر مادر میگفتن که خداوند باید دوست بداری خداوند باید بداری من فقط میگفتم که خداوند باید در جایی که باشم دوست دارم فقط همین خیلی در کلام بود با پدر مادرم چقدر دوست می‌داشتم ممکن مهری پدرم با من مهری که دادگی بود که با بچه‌ها من نمی‌کردم مایل نمی‌کردم مهری پدر برای دختر بسنده باشه کو هیچ وقت مایل ایران نمی‌کنه حتی ایرانی گفتگی کو همین ولی ما ایران میگه که با دختر بسیارتر بلکه پدر مهرتیه پدر نسبت مادر پدر باید مهرتیه مادر تربیه میکنه پدر نیکی باید مهرتیه در آغوش گیره پیشانیش موچک کنن ما رو پدر میگه در طوری که ما رو پدر میگه تو مکتب خونی ما دویدم هسته ما رو چی میگه قدسه میدرور با قلونا کشیدیم دست میگفته هر که جد تماشا میبود پدر ما رو انا مینه قصه چیز میگن یا چی جوونی من فقط با کتاب و با علم گذشته ما هم خیلی با علم برای چی میگم شما که همیشه پیش به علم آموزی خب ندارم شما لایک بدلیس فراموش نکنید شما